زعفران تستشو من براتون انجام میدم. با توجه به قیمت زعفرون الان میان گوشت گاو رو قاطی میکنن که مناسب‌تر در بیاد. ببینید اگر ناخالص باشه کار به محض اینکه با آب برخورد بکنه رنگ پس میشه. اگر ریشه باشه رنگ پس میده. زعفران اصل باید به راحتی ساویده بشه، و رنگ پس بده. قدرت یک پر زعفران رو شما ببینید. وقتی میگم کار کشاورزی و خالصه یعنی این. زعفران با آب سرد اول باید نارنجی باشه، دم بکشه، قرمز بشه. اگر سری قرمز بشه تقلب، یعنی ناخالصی، رنگ بهش دادن. از اون بدید ببینم اینو با قیمت مناسب داریم. دادم